اوکی حالا رسیدیم و از اونور رو مرسی thank you very much مرسی اوکی good job رحیم good job lovely خرابش نکن تو رو خدا نه خرابش نکن هرچی خراب شعرات قشنگه شعرات قشنگه سه تا هارت بیا آفرین کنار هم دیگه من زیر کنم خالیه بسه دیگه زنم چند بگم ما 10 دفعه هم شده به شما میزنیم بیا اینا کار خودتون قایم نکنید 10 دفعه میزنیم جلو چیز فیلم نکرد آره اشکال نداره 1 2 3 خیلی قشنگ تکون نخور Wait, let me check the... professional night 1 2 1 2 1 2 3 Okay. Thank you. Okay. And now On my eyebrow and the hair here and the smoke here and this picture was taken from 60 meters far and in about 30 years ago این توی یکی از مسابقات عکاسی نه به خاطر چهره من بلکه به خاطر هنر عکاسی برنده مدال طلای کلاب خودش شد. اون یکی رو هم تعریف کن که برنده چیز شد زندگی شد اون برنده زندگی شد درست حسابی. من رفتم برنده شد شعر من در International Society of Poets این دیپلم افتخار رو به من دادن و این مدال برنز رو دادن در اونجا و من واقعا خوشحالم که کجا بودی؟ این کارو در واشنگتن دی سی بله از دست سناتور مکارتی این مدال دیپلم افتخار رو گرفت مرسی مرسی خیلی ممنون Oh, nice. Good Nice. Thank you. So nice. Every morning. هر روز صبح من براش یه مقدار از این گلام بیارم خودم وقتی خوابیده اگه بیدار داشته میرزم روش از خواب میپره چون میخواد رو صورتش بیدار بشی. آره به من لذت میبرم. البته بعضی وقتا میشه نصف شب پا میشه میره شعر میگه که اصلا هیچی من نمیذاره اصلا من بخوابم.
استدام میکنم به افتخار سرکار خانم پرنیایی دستی بزنید همتون. در بعد ورود برنامه تولدشون رو خدمتشون تبریک میگیم و از حضور همه دوستان خواهش میکنم که یک نیم ساعتی با صحبت‌هایی که میشه چه از طرف بنده چه از طرف دوستان دیگر که همش در تقدیر و ستایش از این زن هست با ما باشید تا اینکه ما برویم به برنامه هنری خودمون و برنامه هنری خودمون رو شروع خواهیم کرد. خوانندگان بسیار بسیار خوبی داریم، نواراشون اون جلو هست میبینید، حتما خواهید خرید. ولی یک کاری که من از همه شماها میخوام خواهش بکنم اون این استش که از اینجا از این در که ساعت 10 بیرون میرید همه ما یک دونه از این کتاب با خودمون داشته باشیم. اینو به من قول بدید. خب من نمیخوام به اصطلاح صحبت‌هایی بکنم که حمله بر زیادگویی باشه، ولی باید از خانواده خانم پرنیا در درجه اول تشکر کرد. برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه این خانواده واقعاً قدر مادرشون رو و قدر کارهایی که این مادر کرده براشون میدونن. به افتخار این دوتا پسر و دختر که این چنین قدر مادر رو میدونن و قدر مادر رو میشناسن، به افتخار این دو نفر دست بزنیم. البته خواهند اومد و اینجا صحبت خواهند کرد. ببینید روابط خانوادگی موقعی که یک کمی بزنم به سرهای روانشناسی این بازی‌ها، موقعی که روابط خانوادگی خوب باشه، قشنگ باشه در خانواده، بچه‌ها مثل یک گل ارکیده دائم الگل، یعنی گل تموم میشه دوباره سال بعد دوباره گل میشه، دوباره گل میشه، دوباره گل میشه. خانواده‌ای که با بچه‌های خودشون مثل یک گلدان گل ارکیده رفتار بکنن، این نتیجهش خواهد بود. ما خیلی در خانواده‌های ایرانی خوشبختانه داریم پدر مادرهایی که زندگی خودشون رو به خاطر بچه‌هاشون گذاشتن و بچه‌ها هم قدر این محبت، قدر این دوستی، قدر این زحمت رو دونستن و میدونن. و از جمله در همین مورد، در مورد همین خانواده ما به خوبی میبینیم که این کار انجام شده است. از خانم پرنیا تشکر میکنم. من شخصاً که تجربه های خود رو که چگونه از رنج و غم و مسائل سخت زندگی گذشته و به آرامش و شادی در اون رسیده، این کار ساده ای نیست عزیزانم. این کار بسیار بسیار مشکلیه و این خانوم و این زن این کار کرده و تونسته به این مرحله برسه در زندگیش. کتاب‌های بزرگی رو ایشون نوشتن، چاپ کردن که من الان وقتتون رو نمیگیرم. در موارد مختلفی که مجدداً خدمتتون خواهم رسید این کتاب‌ها رو براتون معرفی میکنم. اجازه بدید من شروع بکنم کار خودم رو با یک قطعه شعری از همین کتاب آخری اشعار پرنیا که به قول خانم بنده خیلی هم درشت چاپ شده، برای خاطر اینکه خیلی راحت همه میتونیم بخونیم و تا اونجا که من احساس میکنم احتیاج به عینک نخواهد بود برای خوندنش. من با اجازه خانم پرنیا این شعر رو میخونم. البته چون وقتمون تنگه
من تمام این 10-15 بیت رو اجازه بدید که من نخونم، فقط بعضی از تکه هاش رو خواهم خوند و میذارم برای خودت خانم پرنیا که این کار رو قشنگتر از من انجام میدی. تا ندای سخن عشق بود در دل ما، نازنین سینه به نام تو شده پر آوا. در دل و جان شده غوغا که ندانم چون است، به زبان آید و ناگاه شود ناپیدا. گر نشیند به دلم گرد ز غمهای زمان، بزدایی به محبت بشوم پر ز صفا. آب و گل گر که در این خاک بود بی ارزش، به نظرم غلط خوندم، آب و گل گر که در این خاک بود بی ارزش، لیک روی صنمی بوده بسی پر ز صفا. پرنیا گر که رخت زرد شد از جور زمان، رخ فرزند گلت گشته چنین جلوه نما. در این قسمت من یک تکه دیگه رو باید از این کتاب بخونم که این رو میذارم برای دفعه آینده. میخوام خواهش کنم از آفرین و همسر عزیز این خانم جناب رحیم خان محکمی تشریف بیارن و آنچه که در دل دارند برای مادر برای ما بگن. مرسی خدمت. خب با اجازهتون سرگذشت پرنیا رو براتون میکنم. مادرم پرنیا در تهران متولد و تحصیلاتش رو در رشته ادبی هنرهای زیبا به پایان رسانده و سالها در تهران و شهرستان‌های مختلف ایران تابلوهای نقاشی و طراحی لباس‌ها رو به نمایش گذاشت. دانشجویان بسیاری از تدریس مادرم برخوردار شدند و به دریافت دیپلم نائل و مشغول به کار شدند. و او اولین زنی است که اشعارش را بر روی لباس و طرح‌های مختلف در ایران، اروپا و آمریکا به نمایش درآورده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته. از سال 1980 تا 90 در وین پایتخت اتریش سالن مد باز کرد و از کشورهای آلمان و اتریش و سوئیس به دریافت 7 دیپلم افتخار نائل شد. مادرم از سال 1990 در امریکا با هنرهای خودش ادامه داد تا 2006 2 کتاب به زبان انگلیسی، 3 کتاب به زبان فارسی نوشت و به چاپ رسوند و کتاب ششمش که در دست شما خواننده های عزیز امشب خواهد بود. در سال 95 به دریافت مدال برنز و دیپلم افتخار به خاطر اشعارش از International Poetry Society در واشنگتن دی سی نائل شد. همچنین به مدت 10 سال برای تشویق جوانان به فرهنگ و هنر ایرانی هر ماه شب‌های شعر و موسیقی برقرار کرد و از پژوهشگران، شاعران و نویسندگان و نوازندگان و خواننده‌های ایرانی با پشتکار فراوان دعوت کرد. در تمام این مراحل من شاهد زیر و بم‌های زندگی او بودم و از این همه پشتکار و مثبت بینی و پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک لذت میبرم و سرمشق زندگی خودم قرار دادم. نتیجهش رو هم که به نیکی همه ما میبینیم. مادر من اینک در اورنج کانتی زندگی میکنه و افتخار میکنم که چنین مادری دارم و خوشبختی و موفقیت خودم رو از اون میدونم
که ژنش رو به ارث بردن و پرنیا مادر من گنجینه اندیشه، آرامش، شادی، شوق درون رو در همه جا با خود به ارمغان میبره و ما هر روز ازش استفاده میکنیم. فکر میکنم اول وقت شما رو زیاد بگیرن، دو سه تا جمله خیلی کوتاهی در مورد پرنیا گفتن، نوشتن این تو برای خودم میکنم واسه تو. پرنیایی که من میشناسم همچون رودخانه‌ای پر سر صدا و ناآرام، اقیانوس آرام و ژرف اشعار مجبوری و نوشت زندگی پرمهر و محبت پرنیا وارد شدم. در کنار او توانستم الگوی زندگی وی را در حد توان و بینش هم همراهی کنم. این عمر کوتاه است به پهنه زیبای افکار پرنیا بی انتها. یکی از خوشبختی و خوششانسی که من داشتم این بود که توی یکی دو سه سالی که طول کشید این کتاب ششم بنویسه، اولین کسی بودم که اشعارش رو میشنیدم. حالا در صبح بود، نصف شب بود، نمیدونم ظهر بود، در هر حال اولین کسی بودم که اشعار رو میشنیدم و لذت میبردم. بهش افتخار میکنم. همه شما دوستش رو من یه میدونم کاملا آرام میکنم. میرم این برنامه رو ادامه بدیم. آقای رضا ابراهیم زاده قرار بود که امشب افتخار بدن در اینجا باشند و برای ما یک قطعه کوچکی که نوشتند از این کتاب، صفحه 7 همین کتاب اشعار پرنیا، ایشون نظرشون رو راجع به سرکار خانم پرنیا گفتن که من با اجازهتون من در حد جناب آقای رضا ابراهیم زاده نیستم، ولی اجازه میخوام که این رو براتون قسمت‌هایش رو بخونم، چون همینطور که میبینید خیلی بلند و طولانیه، احیانا ممکنه یه مدت زمان زیادی طول بکشه، ولی من سعی میکنم قسمت‌های مهمش رو براتون بخونم. پرنیا شروع میشه با یک دسته گل معنا. پرنیا سرتاپا عشق است و مهری لطیف که چون شربتی گوارا و دلچسب در جویبار آرام شعرش جاری است، ولی فراسوی لطافت موزون کلامش که میوه و دستاورد این مهر و عشق است، شعر پرنیا سراسر بیان